ما یهودیان ایرانی یهودی هستیم تا یهودی ایرانی قدمت 2500 ساله داریم. حسابمون از صهیونیسم جداست. امن‌ترین جای جهان برای یهودیان و کلیمیان ایران هست. آزادی که ما اینجا داریم باور کنید هیچ جای دنیا خود هم یهودی هم ندارن. تو تمام مصیبت ها، مشکلات، درگیری ها وایسادیم و گفتیم که ما قبل از که یهودی باشیم ما اول ایرانی هستیم. چرا؟ چون که خون ایرانی تو رگ منه. اینجا جایی میان خاک و آسمان رد قدم‌هایی مانده که هنوز جهان را آرام نگه می‌دارد. همه شاد باشن ما هم توشون شاد، نباشن ما هم نیستیم. من شما پسرمو هستیم. אנחנו חיי תוך מדינה איראן בהצלחה, בהט, ברווח, בשמחה, בציון. תודה רבה בהשם יתברך. אנחנו חיים תוך מדינה איראן. حق بر ظالم پیروز است. امت قنه و التیم کور.